Касса есть здесь? Билетов нет. А билет нету. Когда будут, мы не знаем. مهاجر مهنتی از ازبکستان در اردوگاه هیمایی در کامنسک-شاختینسکی ولایت روستاو روسیه فوت دیده است. می‌نویسد روزنامه پیک. این مرد به روسیه در جستجوی کار آمده است، اما به مثل صدها هزار مهاجران دیگر از آسیای مرکزی بنابر وضع کنونی پاندمی بیکار مانده است. از این رو برگشتن به خانه یگانه راه حل او بود. قبلا خبر داده شد که هزاران مهاجران مهنتی از آسیای میانه که به اعتبار گذاشته شدند در ایستگاه راه آهن پرومایسکی در روستاو برای انتظار قطار هیمه برپا کردند. در بین مهاجرانی که در این اردوگاه درماندند شماره زیادی زنان و کودکان هستند. همه این مهاجران با امیدی به قطار سوار شدند و به وطن برگشتن زیر ایستگاه آمدند. اما ارتباط هوایی و راه آهن با کشورهای آسیای میانه موقتا قطع کرده شده است. بغیر از پرواز مخصوص چارتری و خط سیرهای مخصوص قطارها، برای به چنین خط سیرها برآمدن باید در نوبت کلان انتظار شد. طبق معلومات موجوده در اردوگاه حرارت مرد بلند شد و او را به بیمارخانه بستری نمودند. پزشکان در او تشخیص پنیمونی یک طرفه معین کردند. این مرد به اردوگاه برگشت و از آنجا 19 سپتامبر او باید به ازبکستان میرفت، اما یک روز پیش از به قطار نشستن مهاجر خود را ناراحت حس کرد و بیهوش شد و پس از این به خود نآمد. سبب پیشکی مرگ بیماری رگها بوده است. معلوم است که او از آزمایش کووید 19 گذشته بود که نتیجهش منفی برآمده است. جسد مرحوم را پدرش به وطنش ارسال نمود که جوان با او برای کار به روسیه آمده بود. یادرس میکنیم که ساکنان کشورهای آسیای میانه در طول زیاد از 12 ساله است که مجبورند سالهای دراز در مهاجرت مهنتی با امید خوراندن عائله‌هایشان ناپدید شوند، در حالی که رژیم‌های حکمرانی این کشورها تنها درباره نیک و احوال خود و حفظ قدرت و منصب در کشور نگران میباشند.